سلام، بنده اسکندری هستم از مجموعه وایب بام. در این ویدیو میخوام یک ماژول حرفه‌ای و کاربردی که توسط تیم وایب بام برای ایزابل توسعه داده شده رو معرفی کنم. ماژول نظرسنجی تلفنی بعد از تماس. این ماژول به صورت کاملا هوشمند روی صفحه اعمال میشه و بعد از پایان مکالمه به صورت خودکار مشتری رو به سیستم نظرسنجی وصل میکنه تا میزان رضایتش از عملکرد اپراتور رو ثبت کنه. خب، در ابتدا بریم سراغ تنظیمات سیستم و قسمت فایل های صوتی. در این بخش فایل های مربوط به نظرسنجی به صورت پیش‌فرض با صدای خانم موجود، هر کدوم رو که قصد داشتید تغییر بدید با همون نام میتونید به راحتی جایگزین کنید. در این قسمت دو دکمه برای آپلود و ضبط مستقیم از طریق مرورگر فراهم شده. خب بریم فایل اصلی نظرسنجی رو پخش کنیم. شما می توانید میزان رضایتمندی خود از پاسخگویی این اپراتور را با اعداد 1 تا 5 اعلام نمایید. عدد 5 بالاترین امتیاز می باشد. خب همونطور که شنیدید عدد 5 بالاترین و عدد 1 پایینترین امتیاز می باشد که در قسمت تنظیمات نظرسنجی قابل تنظیمه. حالا اگر مشتری عدد کمتر از حد مجاز که باز اون هم قابل تنظیم هست رو وارد کنه، این پیغام پخش میشه. چنانچه نقطه نظری برای مدیریت مجموعه دارید، پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بیان کنید و کلید مربع را فشار دهید. خب همونطور که شنیدید از مشتری میخواد تا عدم رضایت خودش رو بعد شنیدن صدای بوق ضبط کنه. بعد ضبط پیغام در نهایت پیغام تشکر از نظردهی و خداحافظی پخش میشه. همه این فرآیند به صورت خودکار بدون دخالت اپراتور انجام میشه. این فایل صوتی در سرور ایزابل ذخیره میشه. حالا بریم در قسمت نظرسنجی و تنظیمات. در این جدول صفحه‌های انتظار به صورت خودکار نمایش داده میشه و میتونید هر کدوم رو که دوست داشتید نظرسنجی روش اعمال بشه رو با این دکمه فعال و یا غیر فعال بکنید. در این قسمت هم یک سری تنظیمات هست که میتونید تغییر بدید و در قسمت تنظیمات ایمیل اطلاعات ایمیل سوپروایزر یا مدیر رو وارد میکنید. وقتی عدد نظرسنجی پایین‌تر از حد نصاب باشه، گفتیم از مشتری میخواد تا دلیل نارضایتی رو در فایل صوتی بیان کنه. اگه این تنظیمات کامل باشه و وضعیت به حالت فعال باشه، به صورت خودکار پیام ضبط شده به همراه گزارش نظرسنجی برای مدیر ارسال میشه. خب در نهایت بریم یه سر هم به گزارش‌ها بزنیم و تمام. در قسمت مشاهده نظرات همونطور که مشاهده می‌کنید نظرهای ثبت شده در این قسمت وجود داره و میتونید گزارش‌ها رو به خوبی فیلتر کنید. در این قسمت هم فایل نظر رو میتونید دانلود و پخش کنید. و در قسمت نمایش عملکرد روی نمودار وضعیت هر اپراتور مشخص هست. و در نهایت هم میتونید فایل اکسل رو از گزارش‌ها دانلود کنید. ممنونم از همراهی شما.